سلام، امروز قراره با بچه‌ها بریم اسکراب بخریم واسه اتاق عمل و زایشگاه. من البته اسکراب دارم ولی خب بچه‌ها قراره واسه خودشون بخرن. میخوام شما رو همراه خودم ببرم تا ببینید اسکرابا چه شکلی‌ان و قیمتاشون در چه حدیه. اسکرابای اتاق عمل و زایشگاه تو چند رنگ هستن. حالا بستگی به بیمارستانی که میرید ممکنه آبی باشه، سرمه‌ای باشه یا سبز باشه. حالا بیمارستانی که دانشگاه ما واسمون در نظر گرفته گفتن بهمون که باید اسکراب سبز بخریم و مقنعه مشکی بذاریم. واسه همینم امروز داریم میریم دنبال اسکراب سبز. من اولین بار بود که داشتم این مغازه رو میدیدم و به نظرم خیلی وسایلشون کامل بود. تقریبا هر چیز آموزشی یا هر چیز درمانی که نیاز داشتین رو میتونید از این مغازه تهیه کنید. لباس خود منم همینه. اینم اسکراباشونه. مردون است. وای بچه ها این هدبنده چه خوشگله. زایشگاه و آیسیو و اتاق عمل بزرگم. اینا سایز بندی داره؟ مردونه سنگار. چطوره؟ بچه سبز من این رنگیه. این دقیقا همینه. آبی بگیرم من نظرت میاد سبز. الان خودم مثلا سرمه‌ای نمیتونم بگیرم. نه سرمه‌ای اشکال نمیشه. اینا اسکرابای مردونه شونه. خیلی خوشگله. خیلی اینا با مزن. مثلا اینا واسه دامپزشکا، واسه دندون پزشکا هم دارن. یه دونه بود دندون بود اون پشت. بچه این فروشگاه همه چیز داره. نگاه چقدر خوشگل. اینا واسه دندونه. بچه توی فروشگاه حتی آرایشی و اینا هم دارن. خیلی فروشگاه کاملیه. بچه کراکس 198 تومانی هم دارن. اینا دقیقا کفشاییه که همه تو بیمارستان میپوشن. بسیار زشت ولی خب خیلی راحت. بچه اینا رو باید کوتاه کنید. من خودم هم گرفتم خیلی بلنده. کوتاهش میکنی؟ خوبه اندازه اندازه قشنگی میاد اندازش